Michael Jackson. 50 سال شگفتی، نبوغ و جادوی بی پایان، مستندی دیدنی از زندگی و موسیقی پادشاه پاپ. موزیک ویدیوی 20 اسپید دیمن، جلوه های بصری دوست داشتنی، آدمک های خمیری و مایکل همیشه حاضر در صحنه. اسپید دیمن سرگرم کننده و دوست داشتنیه. موزیک ویدیوی 19 جمع، ترکیب دو مایکل فوق ستاره دهه 90، مایکل جکسون و مایکل جردن و عوض شدن جاشون تو این ویدیو جمع رو به یکی از به یاد موندنی ترین موزیک ویدیوهای مایکل تبدیل کرد. موزیک ویدیوی 18 هوزت. موزیک ویدیوی هوزت یک اثر خاص و ارزنده است و داستان باحالی هم داره. البته بایبر دیدن شاید خوب به داستانش پی نبرید و نیازمند دقت و دیدن به دفعات بیشتر. موزیک ویدیوی 17 بیلی جین، پربازدیدترین موزیک ویدیوی مایکل جکسون در یوتیوب و موزیک ویدیوی معروف ترین آهنگش. این دو دلیل کافیه که تماشاش کنین و لذت ببرید. موزیک ویدیوی 16 ارف سانگ، جنایات گسترده آدما روی طبیعت و کره زمین مازلی وخیم بود که مایکل تونست سری موزیک ویدیوش به خوبی به نمایشش بذاره. موزیک ویدیوی 15 گوست، حاضر شدن دوباره مایکل در یه موزیک ویدیوی ژانر وحشت، این بارم خوب از آب در اومد و خیلی هم باحاله. موزیک ویدیوی 14 گیوین تو می، راجبش تو این ویدیویی که بالا میاد درست حسابی حرف زدم، حتما ببینید. ولی خلاصه بخوام راجبش بگم، چشمگیر، آتشناک، یه کنسرت راک فوق العاده با مایکلی که دیوونه‌تون میکنه. موزیک ویدیوی 13 ریممبر د تایم، این بار مایکل با به تصویر کشیدن مصر باستان یکی از خاطر انگیزترین موزیک ویدیوهاشو میسازه. حتی اگه با آهنگ ریممبر د تایم حال نکردین، مطمئنم با موزیک ویدیوش حسابی حال میکنین. موزیک ویدیوی 12 The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel اسطوره ناب وحشی دهه 80 رو با خودش داره. حرکات مایکل و استایل موزیک ویدیوش فوق العاده است. موزیک ویدیوی خانم بلک کتس هم از کپی برداری از The Way You Make Me Feel ساخته شده. ربطی نداشت ولی گفتم بگم که گفته باشم. آره. موزیک ویدیوی 11 بلادان دنس فلور، فضای عالی موزیک ویدیو که ترانه موزیک رو به خوبی به تصویر میکشه. حرکات مایکل، لباس و همه چی دست به دست هم دادن که بلادان دنس فلور موزیک ویدیوهای زیادی رو کنار بزنه و در رتبه 11 جا خوش کنه. موزیک ویدیوی 10 اسکریم، مایکل در آلبوم تریلر و بعد دنجرس موزیک ویدیوهای خیلی خفنی ساخت. اینکه تونست بازم تو آلبوم هیستوری موفقیت رو تکرار کنه عالیه. اسکریم زیادی خلاقانه بود، در صحنه چشم نوازش، در رقصش، در همه چیز. موزیک ویدیوی اسکریم یه اثر هنری قابل احترامه و جنه در کنار مایکل به خوبی ظاهر شده و اضافی نیست به قول معروف. موزیک ویدیوی 9 وان مور چانس، در وان مور چانس نه مایکل رقص عجیبی انجام میده، نه موزیک ویدیو لوکیشن خاصی داره. اینجا مایکل غمگین‌تر و خسته‌تر از همیشه، ولی بازم میتونه به راحتی با حرکاتش دل طرفدارش رو ببره. واقعی بودن وان مور چانس باعث شده که در رتبه 9 قرار بگیره. موزیک ویدیوی 8 سی شیرین ترین موزیک ویدیویی که میتونید ببینید. ترکیب مایکل بازیگوش با پل مکارتنی با تجربه یکی از زیباترین موزیک ویدیوهای تاریخ رو رقم میزنه. موزیک ویدیوی 7 They Don't Care About Us برزیل ورژن، دیدن مردم فقیر ریو دی ژانیرو که از دیدن مایکل به هیجان اومدن در کنار مایکل که یکی از بهترین موزیکاشو اجرا میکنه، رتبه 7 به They Don't Care About Us داد. موزیک ویدیوی 6 دردی دایانا، با دیدن موزیک ویدیوی دردی دایانا سوار ماشین زمان میشین و میریم به سال 88 کنسرت مایکل. تجربه کردن حرارت سوزناک و مایکلی که در جنون غرق شده جایگاه ویژه‌ای رو به دردی دایانا بین کارهای مایکل میبخشه. موزیک ویدیوی 5 بلک اور وایت، یکی از قوی‌ترین موزیک‌های مایکل با موزیک ویدیویی قدرتمندتر از خود آهنگ. مایکل صدش رو واسه این موزیک ویدیو گذاشته بود و با تاکید بر وحدت نژادی و قاطی کردن رقص‌های مردم سراسر دنیا، بلک اور وایت رو به رتبه 5 رسوند. موزیک ویدیوی 4 بیدت به خوبی و بی پرده خشونت‌های خیابانی و مبارزه مایکل باشون رو به تصویر میکشه. اگه موزیک ویدیوی بیدت رو تماشا نکردید، بعد اتمام ویدیو برین سراغش و از یکی از به یاد موندنی‌ترین موزیک ویدیوهای تاریخ لذت ببرید. موزیک ویدیوی 3 اسموت کریمینال شما رو به تابستون گرم در سال 1945 میبره. دیدن استایل تاریخی مایکل تو این ویدیو، رقصش و حرکت محبوب آنتی گراویتی لین، اسموت کریمینال رو به رتبه 3 لیستمون میرسونه. موزیک ویدیوی بعدیمون به اندازه رتبه اول خوبه. با دیدنش میتونین عاشق مایکل بشین یا اگه عاشق مایکل هستین عاشق‌تر بشین. موزیک ویدیوی دوم بعد مایکل جکسون مارتین اسکورسیزی. توضیح بیشتری فکر نکنم لازم باشه که همکاری این دو نفر چی قراره از آب در بیاد. همکاری دو اسطوره بزرگ سینما و موسیقی فوق العاده است. موزیک ویدیوی اول تریلر، برام مهم نیست بهترین موزیک ویدیوی تاریخ از نظر شما چیه، ولی این بهترین موزیک ویدیوی تاریخه. مایکل تونست با تریلر کل مردم دنیا رو به وجد بیاره، کاری که باقی عمرش هم انجام داد، ولی این یکی چیز دیگه بود. موزیک ویدیوی مورد علاقه شما از مایکل چیه؟ خوشحال میشم تو کامنت ها برام بنویسید. یکی از حواشی که همیشه چه در زمان حیات مایکل چه بعدش داغ بود، رنگ پوست مایکل جکسون بود. امروز قراره بهش بپردازیم و ببینیم مایکل جکسون چجوری سفید پوست شد. پس در ادامه همراه من باشید.
You are not taking anything to change the color of your skin. Oh God, no. مایکل تو دهه 70 با برادراش تو اوج بود. اونا روز به روز تحت عنوان خواننده‌های سیاه‌پوست دوست داشتنی معروف‌تر می‌شدن و این موفقیت‌ها با انتشار آلبوم آفته‌بال و تریلر ادامه پیدا کرد. مایکل ویدیلاگو رو از پدر بزرگش به ارث برده بود و از همون دوران کودکی نقاطی از پوستش لکه‌دار بود. حالا ویدیلاگو چیه؟ ملانوسیت‌ها نقش تولید رنگ‌دانه رو در پوست بر عهده دارن. ملانوسیت‌ها در قسمت‌هایی از پوست به علت ژنتیک تخریب میشن و آره یاد زیست دبیرستان افتادم. اینا رو حفظ می‌کردیم. آره ملانوسیت‌ها تخریب میشن و لکه‌های پوستی ایجاد میشه. جالب بدونید روز جهانی ویتیلاگو به افتخار مایکل جکسون روز 25 ژوئن که همون روز درگذشت مایکل است نامگذاری شده. البته معقول‌تر بود اگه روز تولد مایکل روز جهانیش می‌کردن ولی دیگه کردن. کاریش نمیشه کرد. رنگ پوست مایکل هنگام انتشار آلبوم تریلر در سال 82 رنگ پوست طبیعیش بود و تا اون زمان تغییری نکرده بود. برای اولین بار وقتی مایکل تو بریت آوارد 1983 ظاهر شد، بخشایی از صورتش سفیدتر شده بود، جوری که انگار یه سطل وازلین رو خالی کرده باشه روی صورتش. احتمال زیاد این سفیدی ناشی از استفاده از کرم‌های بلیچینگ یا سفید کننده پوست نامرغوب بود. در سال 1984 مایکل از آرایش برای روشن کردن صورتش استفاده می‌کرد و در سال 85 و 86 رنگ پوست مایکل به طور واضحی از سال‌های ابتدایی دهه 80 روشن‌تر شده بود که این روشنی ناشی از کرم‌های روشن کننده پوست و آرایش بود. خیلی‌ها بعدها گفتن مایکل به دلیل معلوم شدن علائم ویدیلاگو صورتش رو آرایش می‌کرد، ولی مایکل این کار رو ارادی واسه سفید کردن صورتش انجام می‌داد. وقتی آلبوم بعد منتشر شد صورت مایکل روی کاور قشنگ سفید شده بود و به مزاج خیلی از طرفدارا خوش نیامد. Well, the new look is not too hot, but the album is great and he's a great entertainer. ولی وقتی عکس مایکل هنگام عکس برداری واسه کاور آلبوم منتشر شد مشخص شد رنگ پوستش تیره بوده و از طریق ادیت پوستش رو به طرز قابل توجهی سفید کرد. مایکل اون موقع تو تمرین کنسرت‌ها یا عکسای شخصی که ازش گرفته میشد پوستش همرنگ پوست واقعیش بود و تو کنسرت‌ها و مراسم‌های رسمی با آرایشی که پوستش رو روشن‌تر می‌کرد ظاهر می‌شد. در تور بعدگاهی اوقات به دلیل عرق زیاد آرایش مایکل میریخت و رنگ پوست واقعیش معلوم می‌شد. در سال 1989 اواخر تور بعد مایکل آرایشش رو سنگین‌تر کرد و پوستش رو روشن‌تر. در سال 90 هم همین روند بود. مایکل در برابر مردم سفید پوست بود و در تصاویر خصوصی سیاه پوست. اوایل سال 1991 مایکل در حالت طبیعی خودش بود. با آرایش سبک ظاهر می‌شد و رنگ پوستش یه چیزی بین سیاه و سفید بود. نوامبر سال 91 زمان انتشار آلبوم دنجرس بود و مایکل دنبال این بود با ورود به دهه 90 مایکل جدیدی از خودش به نمایش بذاره. در موزیک ویدیو، در رقص، لباسش و صد البته چهرش. زمان زیادی تا انتشار آلبوم باقی نمونده بود. مایکل شروع به استفاده از کرم‌های روشن کننده قوی میکنه. بنکین و هایدروکونان. البته الان این داروها استاندارد سازمان غذا و داروی آمریکا رو دارن و افرادی که بالای 50% بدنشون رو ویدیلاگو پوشونده از این دارو استفاده میکنن و رنگ صورتشون رو با این دارو کاملا بیرنگ میکنن. 2 یا 3 بار بر پوست استفاده میشه و در 1 تا 4 ماه رنگدانه‌ها کم کم میسوزن. البته سوختن کامل رنگدانه‌ها چیزی حدود 1 تا 4 سال زمان میبره و صد البته اثرش غیر قابل بازگشته و سبب مرگ سلول‌های سازنده رنگدانه‌ها میشه. هنگام استفاده از کرم‌ها و بیرنگ شدن پوست برای همیشه در مقابل آفتاب حساس میشه و نباید در معرضش قرار بگیره. برای همین مایکل از اون زمان وقتی بیرون میرفت از چتر و عینک آفتابی و شال و کلاه و ماسک واسه پوشوندن پوستش در برابر آفتاب استفاده میکرد. کلاً هم همیشه هم به خصوص از سال 87 به اینور حتی وقتی هوا 1000 درجه هم بود مایکل پیرهن آستین بلند میپوشید و وقتی پوستش رو سفید کرد هم مجبور بود بپوشه. اگه تا اینجا یک از ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم نظراتتون رو واسم کامنت کنین و اگه دوست داشتین به کانال یوتیوبم سابسکرایب کنید. بی معطلی بریم سراغ ادامه این ویدیو. از اینجا به بعد رو باید جزئی‌تر دنبال کنیم. تصویری که با هم می‌بینیم از مایکل در ماه‌های ژانویه سال 91 گرفته شده. تصاویر بعدی مربوط به مراسم اسکار سال 91 و در 26 مارس گرفته شده. رنگ پوست مایکل یه مقدار تغییر کرده ولی در کل تفاوت زیادی با مایکل تو سال 1987 هنگام انتشار آلبوم بعد نداره. ویدیوی بعدی مربوط به 31 مارس سال 91 عید پاک 5 روز بعد از تصویر قبلیه و صورت مایکل کاملا سفید و عوض شده. واقعا تو چند روز امکان نداره پوست سفید بشه، حداقل چند ماه زمان میبره، مگر اینکه تو یکی از این 2 روز مایکل صورتش رو سفید یا سیاه کرده باشه. عکس بعد مربوط به 21 ژوئن سال 91 و بازدید مایکل از دیزنی لند. پوست مایکل سفید و چهرهش یه ذره جدیدتر شده. عکس بعد مربوط به 26 جولای 1991. صورت مایکل یه جاهایی سفید و یه جاهایی تیره که معلومه آرایش کرده.
عکس بعدی مربوط به 3 آگوست 1991. مایکل داره آلبوم دنجرس رو تنظیم میکنه. پوستش روشن‌تره ولی تغییری نسبت به تصاویر قبل نکرده. تا اینجا یه مشکلی پیش میاد. مایکل یه جاهای سفید پوست و با قیافه جدیدشه و بعضی وقتا با قیافه قدیمیش و استایل آلبوم بعد. این دیگه دلیلش مشخص نبودن فاز مایکل و به توافق نرسیدن با خودش بود. موزیک ویدیوی بلک اور وایت که در سپتامبر 91 ضبط شده نشون میده که پوست صورت مایکل کاملا سفید شده و در پشت صحنه میبینیم دستش سیاه باقی مونده و مایکل در موزیک ویدیو باقی بدنش رو با آرایش سنگین سفید کرده و موزیک ویدیوی بلک اور وایت اولین جایی بود که مایکل در برابر مردم 100% سفید پوست ظاهر شد. در ادامه سال 91 مایکل با چهره جدید که چه عرض کنم با کالبد جدیدش ظاهر شد. باورش واسه مردم سخت بود، نه فقط سفید شدن پوست مایکل، سرعت سفید شدن پوستش. در موزیک ویدیوی بعدی از آلبوم دنجرس ریممبر د تایم با اینکه فضای موزیک ویدیو تو مصر باستان بود و باقی بازیگرا لخت بودن، مایکل بدنش رو کاملا پوشونده بود که خیلی غیر طبیعی بود. مایکل در حال سفید کردن پوستش بود و میتونست با آرایش دستاشو سفید کنه ولی به هر دلیلی این کارو نکرد. 2 ماه بعد مایکل موزیک ویدیو این د کلازت رو ضبط میکرد و با رکابی ظاهر شده بود و رنگ پوستش تا حد زیادی سفید شده بود و باقی نقاط هم با آرایش سفید کرد. با اینکه سفید شدن پوست با کرمای بلیچینگ دائمیه ولی باید همچنان برای حفظ رنگ پوست از کرم استفاده بشه. در سالهای آتی مایکل با پوشوندن سیاهی بخشایی از پوستش به مشکل خورد، مثل بازوها، آرنج‌ها، پلک‌ها و سینه. خب پوست پلک خیلی نازکه. کرم اگه روی پلک استفاده بشه خیلی خطرناکه. برای همین مایکل از کرم روی پلکاش استفاده نکرد و جاش چشماشو آرایش میکرد. یه جاهایی مثل آرنج و بازو و زانو هم استخونشون بزرگه، سخت سفید میشه. در سال 96 در تصاویری از مایکل هنگام فیلمبرداری ورژن برزیل موزیک ویدیوی They Don't Care About Us نشون میده بدن مایکل بعد 5 سال هنوز کامل سفید نشده و هنوز روی سینه و آرنجا و شکمش لکه‌های سیاه دیده میشه. گرچه در موزیک ویدیو اینا با ادیت بلور شدن و مشخص نیستن. حالا برگردیم به سوال اول ویدیو. آیا مایکل پوستش رو سفید کرد؟ قطعاً بله. مایکل یه انسان کمالگرا بود و لکه‌های پوستش که ناشی از ویتیلاگو بود آزارش میداد. و اگه بخوایم یه ذره عمیق‌تر به منشأ این که مایکل چرا پوستش رو سفید کرد برگردیم، بهترین کار اینه که به کودکی مایکل برگردیم. پدر مایکل صورتش و رنگ پوستش رو مسخره می‌کرد و مایکل عاشق پیتر پن بود. مایکل همش دوست داشت شبیه شاهزاده‌ها و فرشته‌ها و شخصیت‌های دیزنی بشه. You don't want to grow up. No, I am Peter Pan. You're not your Michael Jackson. I'm Peter Pan by heart. وقتی آلبوم تریلر مایکل بهترین آلبوم تاریخ شد، مایکل فقط 26 سالش بود و به هر چی که به عنوان یه خواننده می‌خواست رسیده بود و با شهرت و موفقیتاش بعد آلبوم تریلر این آپشن واسش ایجاد شده بود که خودش رو به چیزی که می‌خواد نزدیک‌تر کنه. مایکل آینده خودش رو تو رنگ پوستش و نژادش نمی‌دید و دوست داشت خارج از نژادش باشه و اینجوری تاثیرگذاری تجاری بیشتری داشته باشه و از هر اقلیت و نژادی طرفدار داشته باشه. مایکل تو دستخطی که تو سال 1987 قبل از انتشار آلبوم بعد ازش افشا شده گفته که رسانه‌ها و دستاوردهای بزرگ همیشه دست سفیدپوستا بوده، مثل الویس که پادشاه راک اند رول بود و گروه بیتلز که بهترین بود. من به عنوان آرتیست سیاه‌پوست چالش بزرگ واسه پیروزی داشتم، چون هیچ آرتیست سیاه‌پوستی در تاریخ بهتر از سفیدپوستا در رقص و موزیک نبود. چون خیلی از سیاه‌پوستا زشتن و تو باید صورت زیبایی داشته باشی تا همه بهت نگاه کنن. من اینا رو با قدرت آهنگام، رقصم و چهرم انجام دادم. من به عنوان پادشاه حکومت خواهم کرد. راجع به این نوشته بهتون بگم که این نوشته شخصی بود و مایکل کلی کار بزرگ قرار بود تو اون سال انجام بده و اینو انگار برای انگیزه دادن به خودش نوشته بود. آره، مایکل همیشه خودش رو عاشق گذشته خودش و نژاد سیاهش میدونست و این نوشته تناقض عجیبی بین عقاید خودش ایجاد میکنه. میشه گفت عاشق نژادش بود ولی نمیخواست جزوش باشه. شما راجع به این موضوع چی فکر میکنین؟ اگه ایدئولوژی جدید یا مطلب اضافه تری داشتین خوشحال میشم تو کامنت ها واسم بنویسین تا هم ذهن خودم بازتر بشه هم بیننده ها آگاه‌تر بشن. امروز قرار بهترین موزیک اعتراضی تاریخ They Don't Care About Us رو بهتون معرفی کنم و ناگفته ها و داستان پشت پردهش رو براتون بشکافم. در ادامه همراهی من باشید. چهارمین آهنگ از نهمین آلبوم مایکل هیستوری که در تاریخ 21 مارس 1996 منتشر شد. ترانه با صدای یک زن که از مردم درخواست اعتراض میکنه شروع میشه. نگران نباش مردم چی میگن، ما حقیقت رو میدونیم. دیگه این مسخره بازی ها کافیه.
و بعد صدای بچه‌ها شنیده میشه که کورس آهنگو میخونن. مایکل در سال 95 پس از انتشار آهنگ در آلبوم هیستوری بابت بخشی از ترانه آهنگ که میگه جومی سومی everybody do me kick me کایک me don't you black or white me برای بخش جومی و کایک میش مورد انتقاد شدید قرار میگیره. کایک می اصطلاح توهین‌آمیز برای یهودیاست و گفتن مایکل یهود ستیزه. در ادامه صحبت‌های مایکل راجع به ضد یهود خوندنش رو با هم میشنویم. There's been another issue raised in a song. You say, Jew me, sue me. And some people are saying that that is anti-Semitic. It's not anti-Semitic because I'm not a racist person. I could never be a racist. I love all races of people, from Arabs to Jewish people, like I said before, to blacks. But when I say Jew me, sue me, everybody do me, kick me, kike me, don't you black or white me, I'm talking about myself as the victim. You know, my accountants and lawyers are Jewish. My three best friends are Jewish. David Geffen, Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg, Mike Milken. These are friends of mine. They're all Jewish. So how does that make sense? I was raised in a Jewish community. در تاریخ 17 ژوئن 1995 مایکل به دلیل انتخاب کلماتش در مطبوعات عذرخواهی کرد و قول داد کپی‌های بعدی که از آلبوم منتشر میشه شامل متن عذرخواهی باشه. با این وجود 2 میلیون نسخه از آلبوم از قبل چاپ شده بود و مایکل با هزینه‌های هنگفتی مواجه شد. مایکل در نسخه‌های بعدی آلبوم روی تیکه جومی و کایک می افکت صوتی و در موزیک ویدیوی برزیل صدای طبل گذاشت و یکم سانسور بشن و در بعضی نسخه‌ها هم این بخشو کامل کات کرد. در کل در ترانه جومی سومی مایکل به تبعیضی که با اقلیت‌ها و نژادهای مختلف میشه اشاره میکنه و نیتی برای نژاد پرستی نداشته و در بخش کیک می کایک می مایکل مقاومت خودش تا پای جون در برابر ظلم رو بیان میکنه. آهنگسازی موزیک توسط خود مایکل و ترانه‌اش هم توسط مایکل نوشته شده. They Don't Care About Us که بیانیه روشن و سازش ناپذیره. چیزی که این موزیک رو بعد 27 سال تازه نگه داشته اینه که خب مایکل جکسون خوندتش. مگه میشه مایکل چیزی بخونه و قدیمی بشه؟ نه، ولی جدا از اون پیام قدرتمند موزیکه که باهاش داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. این موزیک رو به یاد موندنی‌تر از همیشه کرده. مایکل هر تیکه از موزیک رو چندین بار با تکنیک‌های مختلف خوندن رکورد کرد تا بهترین ورژن ممکن از آهنگ تولید بشه. بعد از ضبط موزیک صدای سازها اضافه شده و بعد صداهای پس زمینه و هارمونی‌ها اضافه شده. در ادامه با هم ویدیویی از ضبط صدای کورس آهنگ که در سال 94 در نیویورک ضبط شده با هم می‌بینیم. دوربین دست مایکل و اینجا فوق‌العاده است. ساخت موزیک 1 ماه قبل از انتشار آلبوم هیستوری در سال 95 تمام شد و نتیجه کار معرکه شد. برای They Don't Care About Us 2 تا موزیک ویدیو ساخته شد. پرزنت ورژن و برزل ورژن. اسپایک لی کارگردانی هر دو موزیک ویدیو رو بر عهده داشت. اسپایک لی که قبلا کارگردانی فیلم مالکوم ایکس و دود رایتینگ رو هم بر عهده داشت، تونسته بود بهترین فیلم‌های سینمایی رو راجع به مبارزه با نژادپرستی بسازه و این بار آماده بود که بهترین موزیک ویدیوی اعتراضی تاریخ رو بسازه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این 2 فیلم فراموش نشدنی مالکوم ایکس و دود رایتینگ رو تماشا کنین و لذت ببرین. اولین موزیک ویدیو در یکی از مناطق زاغ‌نشین شهر ریو د ژانیرو، فاولا سانتا مارتا و پولورینیو در ایالت سالوادور برزیل فیلم برداری شد. ریو د ژانیرو قرار بود 1 سال بعد در سال 1997 در رأی‌گیری برای انتخاب میزبانی المپیک 2004 شرکت کنه. از این رو بعضی از مقامات دولتی برزیل اعتقاد داشتند که با فیلمبرداری موزیک ویدیو در دونامارتا واقعیت فلاکت و فقر مردم در ریو د ژانیرو و برزیل آشکار میشه و ممکنه میزبانی المپیک 2004 رو از دست بدن. از همین رو فرماندار شهر ریو د ژانیرو با مشاهده تهدیدی که این نماهنگ برای چهره شهر به همراه داشت، تصمیم گرفت تا مانع از هر گونه فیلمبرداری در این شهر بشه و مایکل رو متهم به سوء استفاده از فقر کنه. 20 روز فیلمبرداری متوقف شد اما این تصمیم در نهایت از طرف دولت برزیل لغو شد، چون منع فیلمبرداری در سانتا مارتا نتیجه معکوس داشت و چهره مقامات برزیل رو در صحنه بین‌المللی بدتر می‌کرد. در آخر مقامات برزیل درست فکر می‌کردن و موزیک ویدیوی مایکل کار خودش رو کرد و شهر ریو رأی نیاورد و شهر آتن یونان محل برگزاری المپیک 2004 شد. به جز 2 دهه بعد در سال 2016 المپیک در ریو برگزار شد. البته بعد از گذشت این همه سال بازم وضع مردم دونامارتا تغییر خاصی نکرد. ساکنای دونامارتا از دیدن مایکل خیلی خوشحال بودن. شما تصور کنید پادشاه پاپ بیاد به شهرتون از مشکلات زندگیتون بخونه. چی از این بهتر؟ اگه دوست دارین بیشتر با شخصیت و آهنگای مایکل جکسون آشنا بشین، خوشحال میشم ویدیوهای قبلیمو ببینین و برای دیدن ویدیوهای بعدی هم سابسکرایب کنین. بی‌معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. مردم سانتا مارتا در تمام مدت در موزیک ویدیو حضور دارن و حضورشون یه جذابیت خاصی به موزیک ویدیو داده. مایکل که استاد بازی در موزیک ویدیو بود، در مقایسه با موزیک ویدیوهای 10 سال گذشته از چهره پسر بد تبدیل به صدای مردم شده بود و در این موزیک ویدیو با آشکار کردن فقر مردم برزیل و ناعدالتی‌ها قدم بزرگی رو به جلو برداشت. در حین فیلمبرداری مایکل توسط انبوه مشتاقی از تماشاچی‌ها احاطه شده بود. البته جلوشون 1500 تا پلیس و 50 تا بادیگارد محلی بود که بلایی سر مایکل نیافت.
با اینا صافی زن موفق شد از سکیوریتی عبور کنه و مایکل رو در آغوش بگیره. مایکل در همون حال به رقصیدن ادامه میده و یه دفعه یه زن دیگه ظاهر میشه و از پشت مایکل رو بغل میکنه. مایکل از دو طرف پرس میشه و پلیسا میان تا از مایکل جداشون کنن و مایکل آروم روی زمین میفته و اسپایکلی کمکش میکنه تا بلند شه و مایکل دوباره پر انرژی به اجرای آهنگ برمیگرده. این سکانس در موزیک ویدیو گنجونده شده و بهترین سکانسشه. برخی از مقامات و مردم محلی از دست مایکل و تیم فیلمبرداری عصبانی بودن، زیرا از قرار معلوم تیم فیلمبرداری با مواد فروشای سانتا مارتا برای گرفتن مجوز فیلمبرداری در شهرک حلبی نشین دونامارتا مذاکره کرده بود و بهشون پول داده بود. مایکل همچنین در موزیک ویدیو با 200 نفر از نوازندگان ساز و رقاصای محلی برزیل همراه بود. موزیک ویدیوی دیدونت کرباتوس ورژن برزیل به تازگی رکورد 1 میلیون بازدید رو در یوتیوب زده و دومین موزیک ویدیوی مایکل که به این تعداد ویو میرسه. جالبه بدونید در سانتا مارتا مجسمه مایکل ساخته شده و حتی یه میدون رو به اسم مایکل جکسون نامگذاری کرده. در سالهای اخیر در دفعات متعددی مجسمه شکسته و بازسازی شده. دلیل اصلی شکسته شدن مجسمه آویزون شدن هوادارهای گوساله از دست مایکل. انواع ورژن بی سانسور، با سانسور، اکستندد و ریمیکس موزیک دیدونت کرباتوس در چنل تلگرام هم موجوده، از اونجا میتونید گوشش بدید. در تاریخ 22 مارس 1996 به خورشیدی 3 فروردین 1375 موزیک ویدیوی دیدونت کرباتوس از شبکه‌های تلویزیونی سراسر جهان به جز آمریکا پخش شد. ویدیو در زمان انتشار جنجال برانگیز بود. مایکل اسکردی موزیک ویدیو برای دیدونت کرباتوس کافی نیست و این آهنگ ظرفیت 2 تا موزیک ویدیو رو داره. موزیک ویدیوی دوم در تاریخ 16 آوریل 1996 منتشر شد و بازم کارگردانش اسپایک لی بود. موزیک ویدیوی دوم 3 هفته قبل از موزیک ویدیوی اول در نیویورک فیلمبرداری شده بود، ولی مایکل تصمیم گرفت اول ورژن برزیل رو منتشر کنه و یه ماه بعد ورژن زندان. ورژن نیویورک مایکل رو در زندان نشون میده که توسط گروهی از زندانی‌ها در سالن غذاخوری احاطه شده. بخشایی از این ویدیو شامل نشون دادن تصاویر اعتراضات و ناهنجاری اجتماعی و همچنین تصاویر شخصیت‌های بزرگ مثل مارتین لوتر کینگ و فرانکلین دی روزولت. علیرغم بحث و جدل سر هر دو موزیک ویدیو مورد تحسین شدید برای پیام و تصاویر قوی قرار گرفتن و هر کدوم در جای خودشون خوبن. در موزیک به موضوعاتی مثل نژاد پرستی، حملات وحشیانه پلیس به سیاه‌پوستا، فقر و نفرت و مشکلات سیاسی و اجتماعی پرداخته میشه. در دیدونت کرباتوس مایکل بی‌پرده خشم خودش رو نشون میده و به قول معروف هیچ سانسوری در بیان ناعدالتی‌ها نداره. و در ورژن زندان موزیک ویدیو با نمایش دادن تصاویر به خوبی از استعاره‌های ترانه استفاده میکنه. در سال 2020 اسپایک ورژن سومی از دیدونت کرباتوس بعد از 24 سال تهیه کرد که شامل ترکیب 2 ورژن برزیل و زندان و تصاویری از اعتراضات سیاه‌پوستاست. دیدونت کرباتوس در کل اروپا به جز اسپانیا جزو 10 آهنگ هیت برتر شد و با نقدهای متفاوتی روبرو شد. منتقد بیلبورد گفت اگه مایکل ترانه رو به صورت غزل میخوند و حالت کیفرخواست نداشت تاثیرگذارتر بود. منتقد مجله رولینگ استون گفت از نظر موسیقی جکسون دیگه سعی نمیکنه هیچ چیز عجیب و غریبی رو که داره پنهان کنه و اضافه کرد که با دیدونت کرباتوس مایکل بیشتر از همیشه در حال جنگیدن به نظر میرسه. همچنین برخی معتقد بودن که آهنگ برای مخاطبای نوجوان نامناسب بوده و آنها نمیتونن معنای درست ترانه رو درک کنن. این آهنگ در طور هیستوری آخرین تور جهانی مایکل در سال 1996 و 1997 به صورت ترکیبی با موزیک اسکریم و این کلازت به صورت پلی بک اجرا شد و حاوی گزیده‌ای از آهنگ هیستوری هم بود. رقص نظامی مایکل و استایلش اجرای موزیک در طور هیستوری رو بیش از پیش جذاب کردن. ویدیو میکس کوتاه اجراهای زنده دیدونت کرباتوس رو قبلا تو چنل یوتیوب گذاشتم، بالا میاد اونم ببینید، باحاله. خودم خیلی دوستش دارم. مایکل قرار بود در طور دیسزه در سال 2009 و 2010 دیدونت کرباتوس رو اجرا کنه. اجرایی که میبینید مربوط به 23 ژوئن 2009 کمتر از 48 ساعت قبل از مرگ مایکله و به زیبایی آهنگ رو اجرا میکنه. ورژن 2009 شامل تیکه‌ای از موزیک وایو وانا تریپامی و شیدرایز می وایلد از آلبوم دنجروس بود که در چنل تلگرام میذارم. نظر شما راجع به دیدونت کرباتوس چیه؟ دوستش دارین؟ خوشحال میشم تو کامنت ها واسم بنویسید. امروز قراره با هم به یکی از پرسر و صداترین بیفای تاریخ موسیقی بین پادشاه پاپ و اسلیم شیدی بپردازیم. پس در ادامه همراه من باشید. He should be ashamed of himself. هر دوشون خواننده فوق‌العاده بزرگین. البته خب مایکل بزرگترین سوپر استار تاریخ بود و هست و خواهد بود، ولی خب اگه بخوایم بعد مایکل اسم چند تا خواننده بزرگ و نام ببریم قطعا امینم هم بینشون خواهد بود. اول بذاریم برگردیم به 19 نوامبر 2002 که مایکل پسر 9 ماهش بلنکت رو از پنجره آویزون کرد تا به هواداری پایین پنجره هتلش نشون بده. بعدها مایکل به خاطر این کارش مورد انتقاد شدید قرار گرفت و در دفاع از خودش گفت که پسرمو محکم گرفته بودم و فقط میخواستم به طرفدارام نشونش بدم.
چند ماه بعد تو 24 ژوئن 2003 امینم روی تور جهانیش انگر منیجمنت کار میکرد و وقتی که تو گلاسگوی اسکاتلند کنسرت داشت طرفداراش دقیقاً این طرفدارای مایکل هتلش رو احاطه کرده بودن. امینم همون حرکت مایکل رو به صورت تغییرآمیز با یه دونه ماسک و عروسک بچه انجام میده، ولی مایکل هیچ وقت جواب این کارو نمیده و امینم تصمیم میگیره یکم بیشتر جلب توجه کنه تا توجه مایکل رو به خودش جلب کنه. در 19 نوامبر 2003 مایکل تحت فشار اتهامای دروغین کودک آزاریش بود و بیشتر از هر زمانی دیگه‌ای تو زندگیش آسیب پذیر بود. وقتی که مایکل برای آزادیش می‌جنگید، امینم روی 5مین آلبومش آنکور کار می‌کرد. امینم تو 28 سپتامبر 2004 اولین سینگل ترک آنکور به اسم جاست لوز ایت رو منتشر می‌کنه. بعد تو 3 اکتبر 2004 موزیک ویدیوی جاست لوز ایت رو منتشر می‌کنه و اینجا جایی بود که مایکل جکسون و امینم با هم رسما به مشکل برخوردن. موضوع موزیک ویدیو این بود که امینم به طور تمسخرآمیز از اتفاقای زندگی مایکل تقلید میکرد. علاوه بر مایکل جکسون، مادونا و MC همر و PV هرمن و حتی خودش تو فیلم 8 مایل رو مسخره میکرد. ولی خب تمرکز اصلیش روی مایکل بود. امینم جراحی پلاستیکای مایکل رو با سکانس‌های افتادن بینی مایکل تو ویدیو مسخره کرد و سوختن موهای مایکل تو سال 1984 هنگام ضبط ویدیوی تبلیغاتی برای پپسی رو هم به سخره گرفت. و سرآخرم به مایکل اتهام کودک آزاری زد که مایکل اون موقع واسه این اتهام‌ها فوق‌العاده تحت فشار بود و از نظر انسانی این کار امینم حیوانی بود. ضربه زدن به کسی که در ضعیف‌ترین حالت خودشه. عین این میمونه یه فرد زخمی داره تو خیابون واسه خودش رد میشه، تو بیای از پشت با ماشین زیرش بگیری. دقیقاً همینطوری بود حرکت امینم. یه هفته و 2 روز بعد تو 12 اکتبر 2004 با مایکل تو برنامه صبحگاهی استیو هاروی تو لس آنجلس تماس گرفته شد و گفت از تصویری که امینم ازم تو موزیک ویدیو نشون داده عصبانیم. به نظرم ظالمانه است و بی‌احترامیه. من امینم رو به عنوان یه هنرمند ستایش میکردم و از این حرکتش شوکه شدم. این حرکتش نامناسب بود و بی‌احترامی به من و بچه‌هام و خانواده‌ام و جمعیت عظیمی در جامعه بود. مرتی که یه پوفیوز. نه اینو مایکل نگفاره. استیو هاروی تو اون مصاحبه گفت که به خاطر همین چیزا دیگه احترامی واسه سبک هیپ هاپ قائل نیست و در ادامه مایکل از شبکه‌های VH1, MTV و BET درخواست کرد که ویدیو رو حذف کنن، ولی اون موقع فقط BET قبول کرد. تو روزهای آتی مایکل آشکار کرد که میخواد از امینم شکایت کنه. مایکل هیچ وقت اون شکایت رو پیگیری نکرد و به جاش پیگیر تظاهرات طرفداراش برای حذف موزیک ویدیوی جاست لوز ایت از تمامی پلتفرم‌های ویدیویی شد. در 11 نوامبر 2004 طرفدارای مایکل در بیرون تایمز اسکوئر نیویورک جلوی TRL که شویه شبکه MTV اونجا برگزار میشد تظاهرات برپا کردند. این دقیقاً 1 روز قبل از روزی بود که امینم به طور رسمی آلبوم آنکورش رو منتشر کنه. مایکل خبر اعتراضات رو دریافت میکنه و تصمیم میگیره تماس بگیره و بگه که چقدر افتخار میکنه به طرفدارش. جرالدو ریورا از فاکس نیوز که وسط جمعیت معترض تو تایمز اسکوئر بود با مایکل تماس گرفت و از مایکل پرسید چه احساسی داری که طرفدارات برات اینجان و مایکل هم گفت طرفدارای من بهترین طرفدارای دنیام و ترجیح میدم اونا رو به هر کس دیگه‌ای که بخواد جای من حرف بزنه. و در ادامه مایکل از تمام کسانی که ساپورتش کرده بودن و طرفداراش تشکر کرد. در نهایت تظاهرات بیفایده بود و امینم و تیمش درخواست مایکل برای حذف ویدیو رو رد کردن و گفتن این کار نقض آزادی بیانه. همچنین گفتن بیتی فقط زورش به جاست لوز ایت میرسید که حذفش کرد. اگه خیلی زور داشت ویدیوی تیپ جریل از نلی رو حذف میکرد. بعد انتشار آنکور تو مصاحبه از امینم پرسیدن که چرا به مایکل پریده تو موزیک ویدیوی جاست لوز ایت و امینم هم گفت عمدی نبود، بیشتر جنبه فان داشت و از ریاکشن مایکل هم سورپرایز شد و خوشحاله که مایکل صداشو شنیده. و در ادامه گفت ما نقشای مختلف رو تو موزیک ویدیوها بازی میکنیم و پارودی یا تقلید مسخره آمیز هیچ ایرادی نداره. بعد از اون استیوی واندر از مایکل دفاع کرد و گفت از امینم ناامید شد و در ادامه گفت من به هنرش احترام میذارم ولی فکر نمیکنم به اندازه زنده یا توپاک خوب باشه. و امینم به پشتوانه مردم کوچه و خیابون به این جایگاه رسید و این رفتارش بولشته. 2 ماه بعد تو 20 ژانویه 2005 مایکل کامل و درست حسابی تو مصاحبه با جراردو تو شبکه فاکس جواب امینم رو داد که در ادامه شما رو دعوت به دیدن مصاحبه میکنم. But not to Eminem. We've spoken about it. I think that you should. Why not? Speak about what? About Eminem and this disrespect that he showed you. Stevie Wonder said that he was piling on and how really rude it was for someone who made his money from the community, as Eminem has, to now diss the community in a sense, and a racist, and I've said it very
bold-faced, bigoted kind of presentation. Tell us how that hurt you and how you're feeling about it now. I've never met Mr. Eminem, and to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. And it's sad because, well, I think what Stevie Wonder said is true. And I just don't want to say too much more than that. But he should be ashamed of himself, what he's doing. Stevie said he's bullshit, is what he said. Stevie did, he and used the word. He is bullshit. That's what he said. I mean, I'm not saying it, but Stevie said it. And Stevie is he's amazing. He's one of the sweetest men in the world, you know. So when Stevie said that, did you feel a tremendous sense of a reassurance of brotherly love there? Yes, I love Stevie Wonder. To me, he's a musical prophet, and I always love him. But a lot of people respect Stevie, and he's a very strong entity in this medium, in this business. And when he speaks, people listen. And it was wrong of Eminem to do what he did. I've been an artist most of my life doing what I do, and I've never attacked another fellow artist. Great artists don't do that. You know, you don't have to do that. I mentioned Janet's, fiasco and the exaggerated response to it. Once again, do you think he only did it because he knew he could get away with it because you're Michael Jackson? Yeah, but it doesn't hurt, really. It's silly. It's kind of elementary, but I hope he's having fun. It's like a poo-poo joke. Yes, yeah. Yeah. Well, it still hurts your feelings, and you don't want your kids to see it. Oh, God, I would hate it if they saw it. I would hate that. Do you want them to know that? To know about it? No. بعد از اون دیگه حرفی به طور مستقیم بین مایکل و امینم زده نشد. سالها گذشت و مایکل و امینم راجع به هم هیچی نگفتن. امینم درگیر مرگ بهترین دوستش پروف و مشکلات شخصیش با مواد مخدر بود. در اون زمان مایکل به فکر گسترش اموالش و سرمایه گذاری هاش بود و در 31 می 2007 سرانجام مایکل حرکت امینم رو به گنگستری ترین روش ممکن تلافی میکنه. چون کمپانی مایکل سونی /ATV که تضامنی بود و 50% سهامش مال مایکل بود، شرکت منتشر کننده موزیکای امینم رو به مبلغ 370 میلیون دلار خریداری کرد. مایکل صاحب بعضی از موزیکای امینم شد که از قضا اون موزیکا جزو هیت تریناشون بود، مثل اسلیم شیدی، ویداوت می و یه سری آثار دیگه. البته آثار یه سری آرتیست دیگه مثل شکیرا و در کل 125,000 آهنگ از خواننده‌ها که معروف ترینشون امینم بودن مایکل با شرکت سونی /ATV خریداری کرد. تو سال 2009 مایکل و امینم هر دو سخت مشغول برگشتشون بودن. امینم روی آلبوم جدیدش کار میکرد و مایکل هم رو تور کنسرتاش که قرار بود بعد از 12 سال در O2 آرنای لندن برگزار بشه کار میکرد. امینم آلبوم ریلپس خودش رو منتشر کرد و یه بازگشت انفجاری داشت. مایکل هم تو 50 سالگی کشته شد و هیچ وقت نتونست برگرده. بعد از مرگ مایکل امینم تو مصاحبه‌ای گفت که کاملا درکش میکنه و حیفه که کسی رو نداشته باشی که فقط بهت بگه مایکل تو معتاد هستی و به کمک نیاز داری. اون هر وقت بیدار میشد به یه قرص بیشتر برای بازگشت به خواب نیاز داشت. این دقیقاً همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد. من چند تا قرص میخوردم و میخوابیدم و بیدار میشدم و بیشتر میخواستم. من در جایگاهی نیستم که جای حق حرف بزنم. اعتیاد مایکل به قرصای خواب‌آور رو رد نمی‌کنم، قبولم نمی‌کنم، ولی اینو میتونم بگم که پزشک مایکل حجم زیادی داروی پروپوفول که داروی بیهوش کننده هست تزریق کرد به مایکل و مایکل رو به قتل رسوند و این نمیتونه غیر عمدی بوده باشه. عقب‌تر راجع به این گفتم که مایکل صاحب کاتالوگ امینم و 125,000 تا آهنگ دیگه بود. پر بیرانی است که بگیم یکی از دلایل قتل مایکل تصاحب همین پول بود. سونی سرانجام تو سال 2016 به مبلغ 750 میلیون دلار سهم مایکل رو میخره و این قصه هم به پایان میرسه. به 27 ژانویه 1984 زمانی که 2 سال از انتشار آلبوم تریلر میگذشت و مایکل تبدیل به سوپر استار جهانی شده بود و همه رکوردها رو یکی پس از دیگری میشکست. مایکل و برادراش قراردادی به ارزش 5 میلیون دلار با پپسی تو سال 1983 امضا کردند
که الان مبلغ شاخی حساب نمیشه، ولی خب تو اون سال این قرارداد رکورد گرونترین اسپانسرینگ رو تو اون زمان شکست. 3 میلیون دلار قرار بود برای تور ویکتوری، آخرین تور مشترک مایکل و برادراش، هزینه بشه. 2 میلیون باقی مونده‌ش هم برای تبلیغات تلویزیونی مایکل و برادراش در نظر گرفته شده بود. قبل از اینکه به حادثه بپردازیم یه توضیح مختصری از ماجرای پپسی و مایکل بهتون میگم. راجر انریکو، مدیر عامل شرکت پپسی، تو اون زمان دنبال یه ایده بزرگ بود که بتونه پوزه کوکاکولا رو به خاک بمالونه. سرانجام راجر ایدهش رو پیدا میکنه و ایدهش هم یه کمپینی به اسم نیو جنریشن یا نسل جدید بود که هدف این کمپین نسل جوان بود و بدون شک مایکل جکسون تبدیل به یه سمبل جوان موفق و فوق ستاره شده بود. هدف این بود که پپسی جوان به نظر برسه و کوکا قدیمی باقی بمونه و مایکل که در واقع انتخاب این نسل بود این اتفاق رو ممکن میکرد. جی کولمن، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بین‌المللی بازاریابی صنعت سرگرمی و ارتباطات، کسی بود که عقد این قرارداد و 2 قرارداد بعدی مایکل با شرکت پپسی رو بر عهده داشت. او اولین ایده رو به کوکاکولا پیشنهاد میده و کوکاکولا هم یه قرارداد 1 میلیون دلاری به مایکل پیشنهاد میده که مایکل ردش میکنه و در نهایت مایکل به سمت پپسی میره. مایکل تو اجرای همه چیز بسیار دخالت داشت، از طراحی رقص گرفته تا پیدا کردن محل فیلمبرداری برای موزیک ویدیوی تبلیغاتی. آهنگ مورد استفاده تو تبلیغ مثل گذشته آهنگ ساده و تکراری شرکت پپسی نبود و در عوض مایکل آهنگ بیلی جین خودش رو با شعری بازنویسی شده در ارتباط با پپسی تو این تبلیغ به کار برد و این گونه بود که پپسی به فروش بالایی رسید. مایکل این کار رو تو سالهای آینده تو تور بد و دنجرس هم برای پپسی انجام داد و این تبلیغات بسیار موفق عمل کردند. در سال 1984 فروش پپسی 7.7 میلیارد دلار بود و سهامش در بازار افزایش داشت و این در حالی بود که گزارش‌های مالی تو اون زمان نشون میداد که کوکاکولا در حال سقوطه. مایکل و تیم پپسی سخت روی کنسرت شبیه سازی شده در تالار شراین لس آنجلس با 3000 بیننده کار میکرد. ششمین برداشت بود، آخرای فیلم برداری بود، همه سکانس‌های مورد نیاز ضبط شده بود و جمعیت منتظر مایکل بود که قرار بود بیاد روی صحنه و صحنه رو به آتیش بکشن. بیت بیلی جین پلی شد و اول برادرای مایکل یا همون گروه جکسونز روی صحنه اومدن و جمعیت تشویقشون کرد. قرار بود مایکل بالای یه پله کوتاه ظاهر بشه و با یه غر ریز بیاد پایین و پشتش هم انفجار و آتش بازی رخ بده. مایکل به باب جراردو کارگردان ویدیو گفت از اینکه تا زمانی که انفجار رخ بده از پله ها پایین نمیره ناراحته. اگه تا اینجا این کار از ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم. نظرتون رو برام کامنت کنین و یا اگه دوست داشتین به چنلم سابسکرایب کنین. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. بر اثر اشتباه محاسباتی تهیه کننده ها مواد منفجر زودتر از زمان مقرر شده منفجر میشه و با ریخته شدن جرقه ها روی سر مایکل که اون زمان به سبک معروف دهه 80 جری کرل درست شده بود آتیش میگیره. مقدار زیادی لوسیون و براق کننده به موهای مایکل زده شده بود و آتیش رو تشدید میکرد. مایکل در ابتدا متوجه نشد که چه اتفاقی براش افتاده. همچنین مایکل به خاطر اخلاق حرفه‌ایش جوری آروم بود که تماشاگرها فکر کردن این بخشی از نمایشه. مایکل زیر پله‌های چرخ زد و متوجه آتش سوزی شد و سپس با فریاد و گریه برادر بزرگترش تیتو رو صدا کرد. تیتو. میکو براندو، پسر مارلون براندوی مشهور که بادیگارد مایکل بود، نخستین فردی بود که خودش رو به مایکل رسوند و آتش رو خاموش کرد. یک کت به سرعت روی موهای مایکل انداخته شد و آتش سریع خاموش شد. وسط موهای مایکل بالکل رفته بود و داشت سرش دود میکرد. صدای فریاد تماشاچی‌ها بالا گرفت و یه سری از نوجوان‌ها داد زدن مایکل تیر خورده، مایکل جکسون کشته شده. ماجرای این حادثه تو تمامی خبرها پخش شد. در جیغ و هوار تماشاچی‌ها مایکل از سالن خارج شد و به یه بیمارستان منتقل شد. مایکل تو کتاب زندگی نامش مونواک نوشت هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز سوار آمبولانس بشم و صدای آژیرش که بیبو بیبو میکنه رو بشنوم. این یکی از چیزایی بود که همیشه می‌خواستم انجامش بدم. مایکل از آمبولانس با باندپیچی خارج میشه و دستشو که دستکش معروفش هم پوشیده بود به سمت مردم تکون میده. مایکل دارای سوختگی درجه 2 و 3 میشه و برای یک کف دست که روی سرش سوخته بود مورد جراحی قرار میگیره. مایکل برای 2 روز تو بخش سوختگی بیمارستان بستری شد و روز سوم با ویلچر از بیمارستان خارج شد و همکنون با هم رقص فوق‌العاده مایکل در حالی که سر و صورتش رو باندپیچی کرده بود و می‌بینیم. مایکل تهدید به شکایت از پپسی میکنه ولی شرکت پپسی توافق کرد که 1.5 میلیون دلار روی 7000 دلار دستمزد مایکل به عنوان خسارت پرداخت کنه و مایکل هم وقتی می‌بینه عمدی در کار نبوده و پپسی هم تو اون نقشی نداشته از شکایت خودداری میکنه.
و اون 1.5 میلیون دلار رو هم به بیمارستان اعطا میکنه و صرف راه اندازی تکنولوژی اتاق اکسیژن پرفشار در بیمارستان برای درمان زخم‌های سوختگی شدید بیماران میکنه که به افتخار مایکل اسم اون مرکز سوختگی مرکز سوانح سوختگی مایکل جکسون نامگذاری شد. موهای مایکل هیچ وقت رشد نکرد و مایکل هم موهای سوخته شده‌ش رو با نوعی کلاگیس یا اکستنشن مو وسط سرش جایگزین کرد. در همون سال مایکل به دلیل همین حادثه ویدیویی تبلیغاتی پپسی به بیماری لوپوس مبتلا شد. یه بیماری خود ایمنی که توش دستگاه ایمنی بدن در اثر آسیب به بافت‌های بدن باعث التهاب، ورم و آسیب نقاط مختلف بدن مثل مفاصل، پوست، کلیه‌ها، خون، قلب و ریه میشه. در این ویدیو که مربوط به سال 2007 و مایکل در حال عکس گرفتن فتوشاتش برای مجله ووگ، وقتی عکاس از مایکل میخواد دستش رو پشت سرش بذاره، مایکل زخم حادثه پپسی رو احساس میکنه و وقتی متوجه دوربین میشه سعی میکنه طبیعی جلوه بده. این حادثه مانع پیشروی مایکل نشد و مایکل تو اون سال تور کنسرتاش هم برگزار کرد. به این ویدیو خوش اومدین. امروز قراره به برخی از بزرگترین آرزوهای مایکل بپردازیم. پس در ادامه همراهی من باشید. اوایل دهه 90 فیلم‌های بی‌نظیری در حال انتشار بودن. مایکل همیشه خودش رو جای یکی از این نقش‌ها تصور می‌کرد. بیشتر دوست داشت نقش سوپر هیرویی داشته باشه. مایکل علاقه شدیدی به کتاب‌های کمیک و به خصوص مارول داشت و می‌خواست آیرون من رو با بازی خودش از کتاب‌های مصور به روی پرده سینما ببره. مایکل دوست داشت شرکت یونیورسال پیکچرز رو بخره و از اون طریق نقش یک کاراکتر سوپر هیرویی رو بازی کنه. اتهامای دروغین کودک آزاری 1993 مایکل رو از خیلی از آرزوهاش عقب انداخت و ناامید کرد. این آرزوها نقشه برآب شد و فکرش از سر مایکل افتاد. در دهه 80 قرار بود فیلم اسپایدرمن با بازی تام کروز ساخته بشه که کنسل شد. در دهه 90 شایعاتی بود که آرنولد شوارزنگر یا حتی لئوناردو دیکاپریو قرار نقش اسپایدرمن رو بازی کنه. در سال 96 مارول اعلام ورشکستگی کرد و از نظر مالی در تنگنا بود. سهام مارول از $35.75 در سال 93 تبدیل به $2.38 در سال 96 شده بود و بدهی $610 میلیون داشت. مایکل اون زمان 30 سال تجربه کار کردن تو صنعت موسیقی داشت و دوست داشت در سالهای آینده کارهای متفاوت‌تری انجام بده. مایکل عاشق کتاب‌های کمیک بود و براش فوق‌العاده میشد اگه میتونست نقش پیتر پارکر رو تو فیلم اسپایدرمن بازی کنه. مایکل میخواست سهام شرکت مارول رو بخره تا از این طریق بتونه نقش اولین اسپایدرمنی که روی پرده سینما میره رو بازی کنه. این کورس امیدی بود که مایکل برای بازی کردن نقش اسپایدرمن داشت. مایکل صحبت‌های با زنده یاد استنلی نویسنده کمیک‌های اسپایدرمن داشت و استنلی بهش قول میده که با مالکای مارول که حقوق فیلم دست اونا صحبت کنه تا شاید راضی بشن. ایده خرید مارول توسط مایکل کمی دور از منطق بود چون اصلا مارول نمیخواست سهامش رو بفروشه که مایکل بتونه بخره. ولی مایکل سر این قضیه حسابی جدی بود. مایکل زیاد استعداد بازیگری نداشت، به علاوه اینکه مایکل نزدیک 40 سالش بود و اونا دنبال بازیگر زیر 30 سال میگشتن که بتونه آینده نقش رو تضمین کنه. البته مایکل بازم شانس داشت واسه نقشش. در صورت دلیل اصلی اینکه چرا مالکای مارول راضی نشدن مشخص نیست. ولی این آرزوی مایکل هم نقشه برآب شد و توبی مگوایر اولین اسپایدرمن شد و خیلی خوبم تو نقشش ظاهر شد. خرید یونیورسال یا مارول توسط مایکل میتونست خیلی هیجان انگیز باشه. ولی احتمال زیاد به شکست ختم میشد و کارنامه هنری مایکل هم خدشه‌دار میکرد. آره کلا باید کارو سپرد به کاردونش. بعد از تلاش بی‌حاصل مایکل تصمیم گرفت از سال 99 نقش پروفسور ایکس رو در فیلم ایکس من بازی کنه و براش تست بده. لورنس شولر دونر تهیه کننده ایکس من به مایکل گفت مایکل جان میدونی پروفسور زیویر سفیدپوست و مسنه؟ مایکل هم گفت اوه آره میدونی میتونم گیریم کنم. مایکل قبلا این کار رو تو فیلم کوتاه گست انجام داده بود و امیدوار بود بتونه نقش رو به دست بیاره. مایکل سعیش رو کرد که با پارتی بازی یه جوری نقش رو به دست بیاره که بازم موفق نبود. نقش به پاتریک استوارت رسید. هم سفیدپوست بود، هم کچل بود، هم مسن و تا امروز هم همچنان در نقش پروفسور ایکس بازی میکنه. مایکل هیچ وقت نتونست توی فیلم سوپر هیرویی ایفای نقش کنه. نزدیکترین تجربهش رو کاپیتان ایو کوتاه بود و در سال 2002 نقش کوتاهی در فیلم منین بلک 2 رو بر عهده داشت که 30 ثانیه نقش ایجنت ام رو بازی کرد. Durlocks are gone and the treaty is signed. Good work. Zed, what about that position you promised me in Men in Black? Still working on the Alien Affirmative Action Program. I'll keep you posted. Wait a minute, that's not what you promised me. You're breaking up. Zed? Can't hear you. Hello? I'll call you back. I can be Agent M. Zed, you... در سال 1997 هنگام فیلمبرداری قسمت اول فیلم منین بلک به مایکل پیشنهاد شد در یه نقش خیلی کوتاه به جای یکی از این هیولاها بازی کنه که مایکل قبول نکرد. آره فیلم اکران میشه و مایکل در پاریس میره سینما تا تماشاش کنه و عاشق فیلم میشه و حسرت میخوره که چرا پیشنهاد بازی تو فیلم رو رد کرد. بری سوننفلد کارگردان منین بلک تعریف میکنه در سال 2002 یکی از طرفدارای فیلم باهاش تماس میگیره که از قضا اسمش مایکل جکسونه. مایکل برام تعریف کرد که وقتی در سینما فیلم تموم شد منتظر بود که مردم برن بیرون و همونجا زد زیر گریه.
فیلمش کمدی بود، عجیبه. مایکل بود دیگه، زیاد میرفت تو اسم. مایکل ازم یه درخواست داشت. مایکل براش مهم نبود به چه صورت تو قسمت دوم منین بلک حضور داشته باشه. تنها چیزی که براش اهمیت داشت پوشیدن کت و شلوار مشکی منین بلک بود. پشت سر مایکل در فیلم کلی پنگوئن دیده میشه، انگار که مایکل قطب جنوبه. کسایی که اون موقع برای دیدن قسمت دوم منین بلک به سینما رفته بودن تعریف میکنن که لحظه‌ای که مایکل روی پرده سینما ظاهر شد، مردم هیجان زده شدن و بلند کف زدن و مایکل رو تشویق کردن. حیف، به نظرم لیاقتش رو داشتی نقش بلند درست حسابی تو اون سالا بهش بدن. Study the greats and become greater. I don't care if the whole world is against you or tease you or say you're not going to make it. Believe in yourself. No matter what. No matter what. Some of the greatest men that have made a mark on this world were treated like that. You know, you're not going to do it. You're not going to get anywhere. They laughed at the Wright brothers. They laughed at Thomas Edison. They laughed at Walt Disney. They made jokes of Henry Ford. They said he was ignorant. He didn't have a college degree because he dropped out of school. Disney dropped out of school. They even took Ford to court to prove his intelligence. That's how far they went. Yeah. And these are men that shaped and changed our culture, our customs, the way we live, the way we do things. And I think God plants little seeds through people on the earth. And believe in yourself. وقتی کودکان را میبینم چهره خداوند را میبینم. من یک کهنه‌کار بودم قبل از اینکه یک نوجوان باشم. در دنیایی پر از نفرت هنوز باید جرأت امیدواری داشته باشی. در دنیایی که پر از خشم است هنوز باید جرأت آرامش داشته باشی. در جهانی پر از ناامیدی ما هنوز باید جرأت رویا پردازی داشته باشیم و در جهانی پر از بی‌اعتمادی ما هنوز باید جرأت را باور کنیم. دروغ در دوی سرعت می‌دود اما حقیقت در دوی ماراتون. زندگی کردن یعنی موزیکال بودن. با رقص خون در رگ‌های ما شروع میشه و هر چیزی که زندگی می‌کنیم یک ریتم خاص داره. آیا موسیقی خود را احساس می‌کنید؟ مردم از من می‌پرسند که چگونه موسیقی می‌سازم. من به آنها می‌گویم که من فقط وارد آن می‌شوم. مثل پا گذاشتن به رودخانه و پیوستن به جریان است. هر لحظه در رودخانه آهنگ خود را دارد. You know, the Where did that come from? From above. همه ما مسئول دوران کودکی خود هستیم. اینکه تکه‌ای از قلبت را به کسی بدهی از تمام دارایی‌های دنیا با ارزش‌تر است. هر از گاهی فراموش می‌کنیم که تپش قلب عاقلانه ترین پیام زندگی است. پیامی بی کلام که میگوید زندگی کن، باش، حرکت کن، شاد باش، تو زنده‌ای. بدون ریتم عاقلانه قلب ما نمیتوانستیم وجود داشته باشیم. عاشق کتاب خوندنم. کاش میتونستم به افراد بیشتری توصیه کنم که کتاب بخونن. دنیای جدیدی در کتاب‌ها وجود دارد. اگه توانایی مالی سفر ندارید از طریق مطالعه ذهنی سفر می‌کنید. شما می‌توانید هر چیزی رو ببینید و در خواندن به هر جایی که می‌خواهید بروید. اما برای من شیرین‌ترین تماس با خداست که شکلی ندارد. چشمانم را می‌بندم، به درونم نگاه می‌کنم و وارد سکوتی نرم و عمیق می‌شوم. خلقت خدا مرا در آغوش گرفته است. فرزند پروری مثل رقصیدن است. شما یک قدم برمی‌دارید و فرزندتان قدم دیگر را برمی‌دارد. قبل از اینکه مرا قضاوت کنی سعی کن مرا دوست داشته باشی. و این جمله مربوط به آهنگ چایلدهوده که اگه دوست داشتین میتونید وارد چنل تلگرامم بشین و این موزیکو گوش بدید. وقتی نوبت به کارم میرسد واقعا خیلی به خودم اعتماد دارم. وقتی پروژه‌ای رو قبول میکنم 100% به اون ایمان دارم. من واقعا روحم رو در اون گذاشتم. من براش میمیرم. من اینطوری هستم. انجام دادن کاری به همان خوبی که دفعه قبل انجام دادید به اندازه کافی خوب نیست. The value would be greater. You let it rumble. Let it stay open. Let it close in silence. اگه به کارهای مایکل گوش کرده باشین دقیقاً متوجه نقش این جمله تو زندگیش میشین. همیشه پیشرفت و صد البته تغییر کرد. If you wanna make a world a better place, take a look at yourself and then make a change. اگه میخوای دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنی به خودت نگاه کن و تغییر ایجاد کن. و این جمله مایکل مربوط به آهنگ من این میروره که تو چنل تلگراممون موجوده. اگه دوست داشتین اینم میتونین بیاین گوش بدین. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. لطفاً به دنبال رویاهات برو. تو میتونی به هر آنچه که میخوای و ایدئالت تبدیل بشی. این دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم رقص خالق است. رقصنده‌ها توی چشم هم زدن میان و میرن اما رقص همچنان ادامه دارد. وقتی به خودت شک داری نمیتونی بهترین کار رو انجام بدی.
اگه تو خودتو باور نکنی چه کسی تو رو باور میکنه؟ دانش بشری تنها محدود به کتابخونه‌هایی نیست که حاوی کتاب‌هایی با کاغذ و جوهر باشند، بلکه شامل کتاب‌های دانشی است که بر قلب انسان نوشته شده و بر روح و روان انسان حک شده است. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. نظراتتون رو حتما واسم کامنت کنین بعد لایک و سابسکرایب. تو ویدیوی بعدی خدا نگهدار.